If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. اگه میخواهید مدرکی ببینید که نشون بده جمهوری اسلامی کل جهان رو به خطر میندازه، 48 ساعت گذشته بهترین شاهد است. در همین 48 ساعت حکومت ایران یک منطقه غیرنظامی رو هدف قرار داد. اونها این کار رو به عنوان یک سلاح کشتار جمعی انجام میدن. خوشبختانه کسی کشته نشد، اما این نتیجه شانس بود، نه نیت اونها. قصد اونها کشتن غیرنظامیانه. دوم اینکه اونها به اورشلیم شلیک کردند، درست در نزدیکی مکانهای مقدس 3 دین توحیدی، دیوار ندبه، کلیسای مقبره مقدس و مسجد الاقصی. و باز هم به شکلی معجزه‌آسا هیچ کدوم آسیب ندیدند. اما اونها مکانهای مقدس 3 دین بزرگ توحیدی رو هدف گرفته بودند. سوم اینکه اونها یک موشک بالستیک قاره‌پیما به سمت دیگو گارسیا شلیک کردند، مسافتی حدود 4000 کیلومتر. من بارها هشدار داده بودم. اونها حالا توانایی رسیدن به عمق اروپا رو دارن. حتی به یک کشور اروپایی، قبرس، هم شلیک کردند. همه رو در تیررس خودشون قرار دادن. و چهارم اینکه اونها یک مسیر بین‌المللی کشتیرانی و انتقال انرژی رو مختل کردند و میخوان کل جهان رو باجگیری کنن. دیگر چه مدرکی لازمه که این رژیم که جهان رو تهدید میکنه باید متوقف بشه؟ اسرائیل و ایالات متحده برای امنیت کل جهان با همدیگه همکاری میکنن. الان زمان اون رسیده که رهبران دیگر کشورها هم به این تلاش بپیوندن. خوشحالم که میبینم برخی از اونها در حال حرکت در این مسیر هستن. اما هنوز کار بیشتری لازمه. درخواست رئیس جمهور ترامپ از جامعه جهانی برای مقابله با این رژیم تروریستی و افراطی تنها برای امنیت آمریکا و اسرائیل نیست، بلکه برای امنیت کل جهانه و زمان اون رسیده که اقدام کنن. پاسخ شما به این حمله به غیرنظامیان اسرائیلی چه خواهد بود؟ ما با قدرت بسیار پاسخ میدیم، اما نه علیه غیرنظامیان. ما رژیم رو هدف گرفتیم، سپاه پاسداران، این باند جنایتکار. ما رهبران اونها، تأسیساتشون و دارایی‌های اقتصادیشون رو هدف قرار میدیم و با قدرت بسیار علیه اودر این کارزار پیروزی چه شکلی خواهد داشت؟ نها اقدام میکنیم. در این کارزار پیروزی چه شکلی خواهد داشت؟ ما 2 هدف روشن تعریف کردیم. هدف اول اینه که برنامه هسته‌ای اونها رو کاملا متوقف کنیم. برنامه موشکیشون رو کاملا از بین ببریم و توانایی تولید اجزای این 2 برنامه رو نابود کنیم. و ما در مسیر دستیابی به این هدف پیشرفت زیادی کردیم. هدف دوم اینه که شرایطی ایجاد بشه تا مردم ایران بتونن این حکومت استبدادی رو سرنگون کنن. حکومتی که سالها اونها رو رنج داده و زندگیشون رو دشوار کرده و در عین حال برای جهان هم دردسر ایجاد کرده. امیدوارم به این هدف هم برسیم. دیشب رئیس جمهور ترامپ گفت اگر تا 48 ساعت آینده ایران تنگه هرمز را باز نکنه، ممکنه به شبکه برق ایران حمله بشه. آیا شما در چنین حملاتی مشارکت خواهید کرد و به نظر شما گام بعدی در این کارزار چی باید باشه؟ فکر می‌کنم رئیس جمهور ترامپ دقیقاً میدونه چه میکنه و هر کاری که انجام بدیم با هم انجام میدیم و تا حد ممکن در سکوت و محرمانه. متشکرم. Whatever we do together and as far as possible in confidence. Thank you.